نابغه جاسوسی جهان خانم کاترین اشگیم با ماست. زنی که به تنهایی تونست وارد قلب دشمن بشه. با 100 ژنرال دشمن دوستی نزدیک برقرار کنه. خانم اشگیم چطور تونستید وارد خاک دشمن بشید؟ سوار هواپیما شدم، فرودگاه پیاده شدم و وارد شدم. اون همه مامور خبرچین؟ نترسیدین بهتون شک کنن؟ هیچکس به من گیر نداد. خیلی بی‌در و پیکر بود. چطور با 100 نفر از ژنرال‌های دشمن دوست شدید؟ نوازش، مهربونی و از اینجور کارها. از تکنیک‌های پیشرفته نفوذتون بگید. هک، نفوذ، شنود و تجهیزات خاصی نبود. همین تجهیزات خودت دادی. اجازه میدادن به من نفوذ کنن؟ چطور پسورد سیستماشون رو به دست آوردین؟ خودشون رمز رو به من گفتن. 4 تا 1 بود. همین. اطلاعات مهمی از دشمن به دست آوردیم؟ تقریباً هیچی. یه روده راست تو شکمشون نبود. چطور موفق شدید از خاک دشمن خارج شید؟ ژنرال دشمن که در واقع دوستم بود، منو رسون فرودگاه و بلیتو داد دستم. اون گفت ما از اول همه چیز رو میدونستیم. قیافتون خیلی تابلو بود. میدونستن؟ چطور شما رو نکشتن؟ ژنرال گفت ما زنی که 7 قلوبار داره رو نمی‌کشیم. این بچه‌ها نفوذی‌های ما در کشور شما خواهند بود. برنامه‌تون چیه خانم اشگیم؟ بچه داری، کهنه شوری، رخت شوری. حالا چطور میخواین این همه بچه رو بدون پدر بزرگ کنین؟ پدراشون گفتن ما برات پول میفرستیم، تو هم برا ما اطلاعات محرمانه بفرست.